از کسی پرسیدن که خوشبخت‌ترین زن دنیا کی بوده؟ گفت حوا. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه شوهرش آدم بوده. خیلی مهمه که آدم باشه. وقتی که شیطان و آدم هر دو خطا کردن و زلتی از اونها به ظهور رسید، شیطان رو که صدا کردن مثل آدم حرف نزد، خودش حرف زد. گفتن که تو چرا؟ چه چیز منع کرد تو رو که سجده بکنی؟ شروع کرد سرکشی کردن و قال انا خیر منه، من بهترم. اینجور حرف زدن. گفتن شما بفرمایید بیرون، انک من الصاغرین. اما آدم رو که صدا کردن با حوا، اونا مثل آدم حرف زدن. گفتن شما چرا گناه کردین؟ سرشون انداختن پایین. گفتن که ببخشید ما ظلم کردیم، بد کردیم، خطا با ماست. آره، فرق آدم با شیطان همینجا معلوم میشه که شیطان گردن دیگری میندازه و انسان بار مسئولیت رو به دوش میگیره.